برای مردم حسابشان نزدیک شد، ولی ایشان در غفلتند و از تسلیم شدن به حق روگردان. هر یادآوری تازه‌ای که به ایشان از جانب پروردگارشان می آید آن را می شنوند ولی به بازی می گیرند، در حالی که دلهایشان به امور بیهوده گرفتار شده است و ستمگاران به پنهانی با یکدیگر به راز و نیاز پرداخته می گویند آیا این پیامبر بشر مثل شما نیست؟ آیا دیده و دانسته فریب سحر او را می خورید؟ گفت پروردگار من هر سخنی را که در آسمان و زمین گفته شود می داند و او شنوا و داناست. بلکه می گویند آنچه را محمد آورده است خوابهای شوریده است و بلکه آن را افترا کرده، بلکه او شاعر است و اگر چنین نیست پس برای ما معجزه بیاورد به همان گونه‌ای که پیشینیان با آن فرستاده شده اند. مردم هر سرزمین را پیش از ایشان که هلاک ساختیم ایمان نیاوردند، آیا اینها ایمان می آورند؟ و پیش از تو نفرستادیم مگر مردانی را که به ایشان وحی می کردیم. در این صورت از مردان با خبر بپرسید اگر نمی دانید. و ما ایشان را جسدهایی که طعام نمی خورند نیافریدیم و جاودان نبودند و سپس وعده ای را که به ایشان داده بودیم به جا آوردیم. پس آنها را با هر کسی دیگر که خواستیم نجات دادیم و اسراف کنندگان را هلاک ساختیم. بیگمان به شما کتابی فرو فرستادیم که در آن عزت شماست، آیا نمی دانید؟ چه سرزمین هایی را که مردم آن ستمگار بودند در هم شکستیم و بعد از ایشان گروه دیگر را آفریدیم، ولی چون عذاب ما را احساس کردند در دم از آن گریختند. نگریزید، به همان جای آسوده حالی که داشتید و به خانه های خیش برگردید تا باشد که سؤال کرده شوید. گفتند ای وای به حال ما، واقعا که ما ستمگار بودیم. و همیشه این دعوایشان بود تا اینکه آنها را درو یعنی ریشه‌کن کردیم و خاموش ساختیم. و ما آسمان و زمین را و آنچه را در میان آنها است برای بازی نیافریدیم. اگر می خواستیم که بازیچه بگیریم بیگمان بازیچه مناسب به شأن خیش برمی گزیدیم اگر چنین می کردیم. بلکه ما حق را بر سر باطل می کوبیم، حق باطل را نابود می سازد و به این ترتیب باطل تباه شده نیست. ولی وای به شما از این توصیف نادرستی که می کنید. و از آن او هستند همه کسانی که در آسمانها و زمینند و آنانی که نزد او هستند از پرستش او سرکشی نمی کنند و نه هم خسته می شوند. شب و روز تسبیح می گویند و هرگز سستی نمی ورزند. یا آیا ایشان معبودانی گرفتند که می توانند از زمین موجودات را زنده و پراگنده کنند؟ اگر در این زمین و آسمانها معبودان جز خداوند یکتا می بودند بیگمان نظام زمین و نظام آسمان هر دو به هم می خورد. پس منزه است خدای پروردگار عرش از آنچه او را به آن وصف می کنند. او از آنچه می کند پرسیدن نمی شود ولی ایشان بازخواست می شوند. آیا جز او معبودان دیگری برگزیدند؟ بگو دلیل خیش را بیاورید. این است پیام کسانی که با من هستند و پیام آنانی که پیش از من بودند، اما اکثر ایشان سخن حق را نمی دانند. پس ایشان به این دلیل از آن گریزانند. هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه به وی وحی کردیم که نیست معبودی به جز من، پس مرا پرستش کنید. و گفتند خدای رحمان برای خیش فرزندی گرفته است. او از این نسبتها منزه است، بلکه اینها که به خدایی نسبت داده می شوند بندگان صاحب مکرمتی هستند و هرگز پیش از دستور او سخن نمی گویند و تنها به حکم او عمل می کنند. خداوند کارهای گذشته و آینده ایشان را می داند و جز برای کسی که خدا از او راضی باشد شفاعت نمی کنند و از ترس او بیمناکند. هر که از ایشان بگوید من جز خدا معبودم پس او را به دوزخ جزا می دهیم و ستمگاران را چنین جزا می دهیم. آیا کافران ندیدند که آسمان ها و زمین به هم پیوست بودند و ما آنها را از یکدیگر جدا کردیم
و از آب هر چیز زنده را ساختیم، آیا ایمان نمی آورند؟ و بر زمین کوهها را برقرار گردانیدیم تا ایشان را حرکت ندهد و در آن وادی ها و راه های قرار دادیم تا باشد که ایشان رهیاب شوند و به جایی که می خواهند برسند. و آسمان را سقف محفوظ ساختیم، اما ایشان از نشانه های آن روگردانند. و اوست که شب و روز و آفتاب و ماه را آفرید که هر کدام در مدار شنا می کنند. برای هیچ بشری پیش از تو زندگی جاودان ندادیم، پس اگر تو بمیری آیا آنها جاودانه زندگی می کنند؟ هر کس چشنده طعم مرگ است و ما شما را با آزمونهای خیر و شر مبتلا می سازیم و به سوی ما بازگردانیده می شوید. چون کافران تو را می بینند تو را جز به استهزا نمی گیرند و می گویند آیا این است همان کسی که درباره خدایان شما حرف می زند؟ و ایشان از ذکر خداوند رحمان انکار می ورزند. آری انسان از شتاب زدگی آفریده شده است، به زودی به شما نشانه های خود را نشان می دهیم، پس شتاب مورزید. می گویند چی وقت این وعده بجا می شود اگر راست می گویید؟ اگر کافران آن وقت را می دانستند که چون عذاب خدایی بیاید آتش را از روی خود و از پشت خیش دفع کرده نمی توانند و ایشان کمکی نمی شود، اینقدر در جستجوی عذاب خدا نمی شدند. آری این عذاب ناگهانی به سر وقتشان می رسد و ایشان را مبهوت می گرداند که نه آن را رد کرده می توانند و نه به آنها مهلتی داده می شود. و بیگمان به پیامبران پیش از تو نیز استهزا شده است، پس به همان عذابی که آن را استهزا می کردند گرفتار شدند. بگو شما را کی شب و روز از عذاب خداوند رحمان نگهبانی می کند؟ ولی ایشان از یاد پروردگار خیش رو گردانند. آیا ایشان جز از ما معبودانی دارند که ایشان را دفاع کنند؟ ایشان با خود کمک کردن نمی توانند و نه از جانب ما حمایت می شوند. بلکه این ما بودیم که ایشان را و پدران ایشان را از وسایل زندگی بهره اندوز گردانیدیم تا اینکه عمرشان دراز شد. آیا نمی بینند که ما زمین را به گونه تصرف می کنیم که به تدریج از اطراف آن می کاهیم؟ پس آیا ایشان غالبند یا ما؟ بگو من شما را به وسیله وحی بیم می دهم، ولی کران آواز را نمی شنوند چون بیم داده شوند. و اگر باد سوزانی از عذاب پروردگارت به ایشان برسد یقینا می گویند ای وای بر ما، واقعا ستمگار بودیم. ترازوی عدالت را در روز قیامت در میان می گذاریم، پس به هیچ کس ظلمی نمی شود و اگر به وزن خردلی هم عملی باشد آن را به میدان محاسبه می آوریم و ما به حیث حساب کننده بسنده ایم. بدون شک ما به موسی و هارون فرقان یعنی جدا کننده حق را از باطل و نور و مایه پند پرهیزگاران را دادیم. آنهایی که از پروردگارشان در غیب یعنی نهان می ترسند و نیز ایشان از قیامت ترس دارند. و این قرآن پیامی است مبارک که آن را نازل کردیم، پس آیا از آن انکار می کنید؟ و بدون شک ما به ابراهیم از پیش وسیله رشد او را داده بودیم و از احوال او خبر داشتیم. هنگامی که به پدرش و قومش گفت این تمثالها چیست که به خدمت آن کمر بسته اید؟ گفتند پدران خیش را دیدیم که آنها را می پرستند. گفت شما و پدران شما یقینا در گمراهی آشکارا بوده اید. گفتند آیا تو به ما چیزی را که حق است آوردی یا از جمله شوخی کنندگان هستی؟ گفت بلکه پروردگار شما همان پروردگار آسمان ها و زمین است، آنکه آنها را از هیچ آفرید و من از گواهان این حقیقت می باشم. و به خدا سوگند که در مورد بت‌های شما چون از ایشان روی برگشتاندید و رفتید چاره می اندیشم. سرانجام همه آنها را قطع قطع کرد جز بت کلان آنها را تا به آن رجوع کنند و از آن چگونگی موضوع را بپرسند. گفتند کسی که این کار را در حق معبودان ما کرده بیگمان از جمله ستمگاران است.
عده‌ای از ایشان گفتند جوانی را شنیدیم که در باب بت‌ها سخنان زشتی می گفت. او را ابراهیم می گفتند. گفتند او را با حضور مردم بیاورید تا باشد که ایشان شاهد باشند. گفتند ای ابراهیم، آیا این کار را به حق بت‌های ما تو انجام دادی؟ گفت بلکه این کار را کلانشان کرده است. از ایشان بپرسید اگر سخن می گویند. چون به عقل و وجدان خود رجوع کردند با خود گفتند واقعا شما ستمگارید. پس سرهای خیش را پایان انداخته به ابراهیم گفتند یقینا میدانی که اینها سخن نمی گویند. ابراهیم گفت آیا شما جز خدا چیزهایی را می پرستید که به شما نه سودی رسانده می توانند و نه هم زیانی؟ اوف بر شما و بر آنچه به جز خداوند بر حق می پرستید. آیا عقل ندارید؟ گفتند او را بسوزانید و معبودان خیش را سرافراز سازید اگر کاری می کنید. گفتیم ای آتش برای ابراهیم سرد و مایه سلامتی شو. خواستند به او دسیسه چینند اما ما ایشان را زیانکارترین مردم گردانیدیم. و ما نجات ابراهیم و لوط را به سوی سرزمین فراهم ساختیم که در آن برای جهانیان برکت نهادیم. و ما به او اسحاق را دادیم و هم یعقوب را بر آن علاوه ساختیم و هر یک از ایشان را نیکوکار گردانیدیم. و ایشان را پیشوایان گردانیدیم که مطابق به امر ما مردم را راهنمایی می کردند و به ایشان کارهای نیکو، ادای نماز به تمام و کمال و دادن زکات را وحی کردیم، یعنی فرمان دادیم و اینها تنها ما را پرستش می کردند. و به لوط نیز حکمت و علم دادیم و او را از سرزمینی که مردم آن به کارهای پلید گراییده بودند نجات دادیم. بیگمان ایشان مردم بد و فاسق بودند. و ما لوط را به آغوش مرحمت خیش جا دادیم. واقعا او از نیکوکاران بود. و نوح را به یاد آور که پیش از آنها به پروردگار خیش نیایش کرد. پس دعای او را اجابت کردیم و او و خانواده اش را از آن مصیبت بزرگ نجات دادیم. و او را در برابر قومی که آیات ما را تکذیب می کردند کمک کردیم. واقعا ایشان گروه بدی بودند، پس همه ایشان را غرق کردیم. و داود و سلیمان را به یاد آر، هنگامی که درباره کشتزاری که شبانگاه در آن گوسفندان آن قوم پراگنده شده بودند و مزرعه را پایمال کرده بودند داوری می نمودند و ما شاهد داوری ایشان بودیم. این داوری را به سلیمان فهماندیم و به هر یک از ایشان حکمت و دانش دادیم و کوها را طور سر به فرمان قرار دادیم که در تسبیح خداوند داوود را همراهی می نمودند و مرغان نیز، و این کارها را کردیم. و به او صنعت زره را برای شما آموختیم تا شما را در جنگهای شما حفاظت کند. پس آیا شما شکرگزار هستید؟ و برای سلیمان تند باد را مسخر گردانیدیم که به فرمان او به سوی زمینی که در آن برکت نهاده می وزید و ما به هر چیز آگاهیم. و از شیاطین گروهی را مطیع ساختیم که برای او غواصی و نیز کارهای دیگری غیر از این می کردند و ما مراقب حالشان بودیم. و ایوب را به یاد آر، هنگامی که به پروردگارش نیایش کرد که واقعا بیچارگی به من روی آورده و تو مهربان ترین مهربانانی. پس دعای او را اجابت کردیم و بیچارگیش را برطرف ساختیم و خانواده او را به او باز دادیم و بر ایشان همانند تعدادشان را افزون گردانیدیم. از روی مرحمتی از جانب ما بر ایشان بود و پندی برای پرستش کنندگان. اسماعیل، ادریس و ذوالکفل را به یاد آر، همه ایشان از شکیبایان بودند. ما ایشان را در آغوش مرحمت خیش جای دادیم و حقا که ایشان از نیکوکاران بودند. و ذوالنون را به یاد آر، چون از میان قومش خشمناک رفت و گمان می کرد که ما بر او سخت نمی گیریم. او در این حال تاریکی های تو در تو چنین نیایش کرد که نیست معبودی جز تو، پاکی تو ای خدا، بیگمان من از جمله ستمگاران بودم. در این حال دعای او را قبول کردیم و او را از آن تنگنا نجات دادیم و این چنین مؤمنان را نجات می دهیم.
و زکریا را به یاد آر هنگامی که به پروردگارش چنین نیایش کرد: پروردگارا، مرا تنها مگذار و تو بهترین وارثانی. در این حال دعای او را قبول کردیم و به او یحیی را دادیم و همسرش را برای او برومند ساختیم، یعنی از نازایی نجات دادیم. بیگمان اینها مردمی بودند که در امور خیر پیش دستی می کردند و به ما به امید برخورداری از مرحمت ما و بیم از عذاب ما نیایش می کردند و برای ما فروتن بودند. زنی را به یاد آور که پاکدامنی خیش را حفظ کرد و ما به او از روح خیش دمیدیم و او و پسرش را برای جهانیان معجزه گردانیدیم. اینها همگی امت شمایند، امت واحد، و من پروردگار شما هستم، پس مرا بپرستید. بعد از ایشان بازماندگانشان در امور خیش تفرقه به میان آوردند، ولی در آخر کار باز همه به سوی ما باز می گردند. از این رو کسی که نیکویی کند و مؤمن هم باشد به مساعی او ناسپاسی نمی شود و بیگمان آن را برای او می نویسیم. بر سرزمین هایی که آنها را هلاک گردانیدیم، یعنی بازگشتشان را به حق حرام قرار دادیم و از این رو ایشان به حق باز نمی گردند تا چون سد یاجوج و ماجوج گشوده شود و از هر تپه هجوم آورند و وعده حق نزدیک می شود. پس در آن وقت است که چشمان کافران باز می ماند با خود می گویند: ای وای بر ما، از این روز غفلت داشتیم، بلکه ما ستمگار بودیم. بیگمان شما ای کفار و چیزهایی را که با جز خدا می پرستید هیزم دوزخ هستید، همه شما به آن وارد شدنی هستید. اگر اینها خدا می بودند هرگز به دوزخ وارد نمی شدند، در حالی که همه در آن برای همیشه به سر می برند. در آنجا برای اینها ناله های دردناکی است، ایشان در آنجا چیز دیگر را نمی شنوند. بیگمان برای آنانی که از جانب ما از پیش به آنها وعده نیکویی داده شده، ایشان از دوزخ دور ساخته شدند. صدای آتش آن را نمی شنوند و آنچه میل کنند به ایشان میسر است و به این حالت زندگی جاودانه را به سر می برند. دهشت بزرگ ایشان را غمگین نمی گرداند و فرشتگان ایشان را استقبال کرده به ایشان می گویند: این همان روزی است که به شما وعده شده بود، روزی که آسمانها را مانند پیچیدن تومار کتاب در هم پیچیم، به همان گونه‌ای که نخستین آفرینش را آغاز کردیم آن را باز می گردانیم. این وعده است بر ما و چنین می کنیم. بیگمان در زبور و بعد از ذکر نوشتیم: حقا که زمین را بندگان نیک من وارث می شوند. بیگمان در این پیامی است برای مردمی که خدا را پرستش می کنند و تو را جز مرحمتی برای جهانیان نفرستادیم. بگو بیگمان به من وحی شده است که خدای شما خدای یکتاست، پس آیا شما به حق تسلیم می شوید؟ اگر رو برتافتند پس بگو من همه شما را یکسان از عذاب الهی خبر دادم، اما نمیدانم آنچه به آن وعده داده شده اید آیا نزدیک است یا دور. بیگمان او سخن آشکارا را می داند و آنچه را پنهان می دارید نیز می داند. من نمی دانم، شاید این تأخیر عذاب برای شما آزمایش و منفعتی باشد تا مدت معین. پیامبر گفت: بار خدایا، در میان ما به حق فیصله کن و پروردگار ما خداوند رحمان است و از وی در برابر این اوصافی که شما به وی نسبت می دهید یاری خواسته می شود. کاف ها یا عین صاد، این ذکر است از رحمت پروردگارت به بنده اش زکریا، هنگامی که پروردگارش را به آهستگی دعا کرد و گفت: ای پروردگار من، بیگمان استخوانم ضعیف شده و پیری بر موهای سر من شعله‌ور شده است و من از اجابت نیایش به درگاه تو هرگز محروم ساخته نشدم و من از وابستگانی که از عقب من میمانند بیمناکم و زنم نازای است. پس به من از نزد خودت جانشین عنایت فرما که وارث من و وارث اولاد یعقوب شود و ای پروردگارم او را مورد خوشنودی خیش بگردان.
گفتیم ای زکریا، بیگمان تو را به فرزندی بشارت میدهم که نام او یحیی است. پیش از این برای او هم نامی قرار ندادی. زکریا گفت ای پروردگار من، چگونه برایم فرزندی خواهد بود در حالی که زنم نازای است و من نیز از پیری پایمانده شده‌ام؟ گفت این چنین است: پروردگارت گفت این کار بر من آسان است، پیشتر از این تو را آفریدم که چیزی نبودی. زکریا گفت ای پروردگار من، برایم نشانه معین فرما. خداوند گفت نشانه تو این است که 3 شب و روز پیاپی با مردم سخن نمیزنی در حالی که زبان تو سالم است. او به این ترتیب از عبادتگاهش نزد قوم خیش بیرون شد و به اشاره به ایشان گفت که صبح و شام تسبیح بگویند. به وی ندا آمد که ای یحیی، کتاب خدا را با قوت بگیر و ما به او در کودکی حکمت دادیم و به او مرحمتی از جانب خود ارزانی کردیم و نیز پاکیزگی و او پرهیزگار بود و او به پدر و مادر خود نیکوکار بود و ستمگر و سرکش نبود. سلام بر او در روزی که تولد شد، روزی که می میرد و روزی که باز زنده برانگیخته می شود. باری در این کتاب از مریم یاد کن، هنگامی که از خانواده خیش خود را به ناحیه شرقی به کنار کشید و در برابر ایشان پرده گرفت. در این حال به سوی او روح خود را فرستادیم که درست مانند بشری بر وی ظاهر شد. مریم گفت از تو به رحمان پناه میبرم، اگر از خدا میترسی به من نزدیک مشو. فرشته گفت من فرستاده پروردگار تو ام تا به تو پسر پاکیزه ببخشم. مریم گفت از کجا میتوانم پسری داشته باشم در حالی که بشری به من تماس نگرفته و زن بدکاره نبوده ام؟ فرشته گفت این چنین است: پروردگارت گفت و این کار بر من آسان است تا ما او را نشانه‌ای برای مردم گردانیم و مرحمتی از جانب خیش، امری بود فیصله شده. سرانجام مریم به او باردار شد و با این کودکی که در شکم داشت به جای دوردستی رفت. درد زاییدن او را به زیر درخت خرمایی کشاند و از شدت نارامی گفت ای کاش پیش از این می مردم و کاملا فراموش می شدم. آوازدهنده از زیر پای او ندا کرد اندوهگین مباش، پروردگارت زیر پای تو چشمه گوارای را جاری ساخته است. این تنه درخت خرما را به سوی خود تکاندی، بر تو خرمای تازه پخته می ریزد. بخور و بنوش و چشم خود را به این کودک روشن ساز. اگر کسی از مردم را دیدی بگو من برای خدای رحمان روزه گرفته ام، پس امروز با هیچ آدمی سخن نخواهم زد. آخر الامر کودکش را به دوش کشید و به پیش قوم خود آورد. گفتند ای مریم، براستی که عمل تعجب آوری انجام دادی. ای خواهر هارون، نه پدرت مرد بدی بود و نه هم مادرت زن بدکار بود. از این رو مریم به سوی کودک اشاره کرد. آنها گفتند ما با کودکی که در گهواره است چطور سخن زنیم؟ کودک به سخن آمده گفت من بیگمان بنده خدا ام. خداوند به من کتاب داده و مرا پیامبر گردانیده است و مرا در هر جایی که باشم پر برکت ساخته است و تا وقتی که زنده ام مرا به نماز و زکات امر فرموده است. مرا به مادرم مهربان ساخته و مرا سرکش بدبخت نگردانیده است. سلام بر من در روزی که پیدا شدم، روزی که می میرم و روزی که باز زنده برانگیخته می شوم. این است سرگذشت عیسی پسر مریم، سخن حقی که در آن جدال می کنند. برای خدا شایسته نبوده است که فرزندی بگیرد، پاکی از آن اوست. هرگاه چیزی را بخواهد که انجام یابد صرف به آن می گوید شو، پس می شود. بیگمان خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستید. این است راه راست. ولی فرقه ها در میان خیش اختلاف ورزیدند، پس وای بر کافران از روبرو شدن به این روزی بس بزرگ. چی شنوایی به ایشان و چی بینایی رخ می دهد روزی که به حضور ما می آیند. ولی ستمگاران امروز در گمراهی آشکارند.
و ایشان را از روز حسرت باری بیم ده که در آن همه چیز فیصله می شود. ایشان در غفلتند و ایمان نمی آرند. این ما هستیم که زمین و هر چی را در آن است به ارث می بریم و به سوی ما بازگردانیده می شوند. در این کتاب از ابراهیم یاد کن. بیگمان او نهایت صادق و پیامبر بود. هنگامی که به پدرش گفت ای پدر من، چرا چیزی را که نه می شنود و نه می بیند و هیچ نیازی را از تو برطرف نمی سازد پرستش می کنی؟ ای پدر من، حقا که به من از آن علمی آمده است که به تو نیامده است، پس مرا پیروی کن تا تو را به راه راست رهنمون شوم. ای پدر من، شیطان را پرستش مکن. بیگمان شیطان در برابر خدای رحمان نهایت سرکش است. ای پدر من، می ترسم مبادا عذابی از جانب خدای رحمان به تو برسد و با شیطان پیوست شوی. پدر گفت ای ابراهیم، آیا تو از معبودان من روی برتافته ای؟ اگر از این کار خودداری نکنی تو را سنگسار خواهم کرد. اکنون از من تا مدتی درازی دور شو. ابراهیم گفت سلام بر تو، به زودی برایت از پروردگارم طلب آمرزش می کنم. بیگمان او به من بسیار مهربان است. من از شما و آنچه به جز خدا نیایش می کنید دوری می جویم و به پروردگار خیش نیایش می کنم. امید است به برکت نیایش پروردگار خیش بدبخت نشوم. چون ابراهیم از ایشان و آنچه به جز خدای یکتا می پرستیدن دوری جست، به او اسحاق و یعقوب را ارزانی کردیم و هر یک را پیامبر ساختیم. از رحمت خیش به ایشان موهبت کردیم و برایشان نیکنامی بلند مرتبه را قرار دادیم. و در این کتاب از موسی یاد کن. بیگمان او مخلص بود و او رسول و نبی بود. ما به او از جانب راست کوه تور ندا کردیم و او را به راز و نیاز خیش قرب بخشیدیم. به مرحمت خیش به او برادرش هارون را که پیامبر بود همکاری بخشیدیم. در این کتاب از اسماعیل یاد کن. بیگمان او به وعده خود صادق بود و رسول و نبی بود. او خانواده خود را به نماز و زکات توصیه می کرد و در نزد پروردگارش پسندیده بود. در این کتاب از ادریس یاد کن. بیگمان او بسیار صادق بود و پیامبر بود و ما او را به مقام بلند بالا بردیم. با شنیدن این آیه یک سجده تلاوت واجب می گردد. اینها بودند که خداوند بر ایشان نعمت داده بود، از پیامبران از نسل آدم و از آنانی که با نوح در کشتی برداشتیم و از نسل ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که آنها را هدایت نمودیم و برگزیدیم. چون آیات خدای رحمان به ایشان خوانده می شد، سجده کنان و گریان به زمین می افتادند. اما از پی ایشان بازماندگانی آمدند که نماز را ضایع کردند و از شهوات پیروی نمودند و به زودی جزای گمراهی خیش را خواهند دید، جز کسانی که توبه کردند و ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند. پس چنین کسانی داخل بهشت می شوند و بر ایشان هرگز ستمی نمی شود. باغهای جاودانی که خدای رحمان به بندگان خود در غیب وعده کرده است، حقا که وعده او ایفا شده نیست. در آنجا هرگز سخن بیهوده را نمی شنوند جز سلام را و در آن به ایشان روزیشان صبح و شام آماده است. این همان بهشت است که ما آن را به کسانی از بندگان خود میراث میگذاریم که پرهیزگار باشند. فرشتگان میگویند ما جز به حکم پروردگار تو فرود نمی آییم. آنچه پیش روی ماست، آنچه پشت سر ماست و آنچه در بین این دو است همه از آن اوست و پروردگار تو فراموشکار نیست. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه بین آنهاست. پس او را پرستش کن و در بندگی او شکیبا باش. آیا برای او همتای سراغ داری؟ انسان می گوید آیا بعد از آن که بمیرم باز دوباره زنده گردانیده خواهم شد؟ آیا انسان به خاطر نمی آورد که ما پیش از این او را آفریدیم در حالی که او هیچ چیز نبود؟ به پروردگارت قسم که ایشان را گرد آوریم و شیاطین را نیز و باز همه را در حالی که به زانو در افتاده اند پیرامون دوزخ حاضر می سازیم. سپس از هر فرقه همانهای را که در برابر خدای رحمان
سخت سرانه تر سرکشی می کردند بیرون می کشیم. و باز ما یقینا کسانی را که برای سوختن در آتش سزاوارترند خوب می شناسیم. هیچ کس از شما نیست مگر اینکه بر آن گذر دوزخ وارد می شود. نزد پروردگارت امری است مقرر. سپس پرهیزگاران را نجات داده و ستمگاران را در آن به زانو در افتاده می گذاریم. و چون آیات روشن ما به ایشان خوانده می شود، کافران به مسلمانان می گویند کدام یک از دو گروه ما و شما از نظر مقام برتر و از نظر مجالس و تشکیل محضرهای مجلل بهتر است؟ آیا نمی دانند چی تعداد بیشمار از مردمی را پیش از ایشان نابود کردیم که ساز و برگ بهتر و ظاهر آراسته تر داشتند؟ بگو کسی که در گمراهی است خدای رحمان به او مهلت دراز می دهد تا چون جزایی را که به ایشان وعده داده شده ببینند، عذاب یا قیامت. در این حال می داند که کیست که مقامی بدتری دارد و کی لشکری ناتوانتری. و خداوند به هدایت رهیابان می افزاید و باقیات و صالحات نزد پروردگارت هم ثواب بهتری دارد و هم عاقبت ارزشمندتری. آیا کسی را دیدی که از آیات ما انکار ورزید و گفت یقینا در آن جهان نیز به من دارایی و اولادی داده می شود؟ آیا او به اسرار غیب آگاه شده یا از نزد خدای رحمان عهد گرفته است؟ نه چنان است که او می گوید به زودی گفته هایش را می نویسیم و عذاب او را مداوم می سازیم و همه چیزهایی را که گفته از وی به میراث می بریم و خودش نزد ما به تنهایی می آید. مشرکان جز خدا معبودانی گرفتند تا برایشان مایه عزت باشند. نه چنان است که ایشان می پندارند. به زودی از پرستش آنها بیزاری می جویند و بر ضد ایشان قرار می گیرند. آیا ندیدی که ما شیطانها را بر کافران گماشتیم تا ایشان را شدیداً تحریک کنند؟ پس در مورد ایشان شتاب مکن. ما اعمال ایشان را دقیقاً بررسی می کنیم. روزی که پرهیزگاران را همچون وفد به سوی خدای رحمان گرد آوریم و گناهکاران را با تشنکامی به سوی آتش دوزخ برانیم. در آن روز هیچ کسی شفاعت کردن نمی تواند مگر کسی که از جانب خدای رحمان پیمان گرفته باشد. گفتند خدای رحمان فرزند گرفته است که سخن زشتی به زبان آوردید. نزدیک است که آسمانها از سبب آن سخن ایشان متلاشی گردد، زمین شگافته شود و کوهها در دم فرو غلطد از شومی این که برای خدای رحمان فرزندی می گیرند، در حالی که برای خدای رحمان سزاوار نیست تا فرزندی بگیرد. هیچ کس در آسمانها و زمین نیست جز این که به حیث بنده نزد خدای رحمان می آید. خداوند همه اینها را حساب کرده و آنها را دقیقاً شمرده است و همه ایشان نزد او در روز قیامت به تنهایی می آیند. بر کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند خدای رحمان محبت ایشان را در دلها قرار می دهد. بیگمان ما قرآن را به زبان تو آسان گردانیدیم تا با آن پرهیزگاران را بشارت دهی و ستیزندگان را به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. طه، ما قرآن را بر تو برای آن نازل نکردیم که رنج بکشی، بلکه آن را صرف به حیث پندی برای کسانی که از خدا می ترسند نازل کردیم. نازل شده است از جانب آن که زمین و آسمانهای بلند را آفرید. خدای رحمانی که بر عرش مستولی است. آنچه در آسمانها و در زمین است و آنچه در میان این هر دو و در زیر زمین است از آن اوست. اگر به آواز بلند سخن گویی بیگمان او پنهان و پنهانتر را می داند. خدا جز او معبودی نیست، نامهای نیک از آن اوست. و آیا داستان موسی به تو رسیده است؟ هنگامی که آتشی را دید به خانواده اش گفت اینجا درنگ کنید، من از دور آتشی دیدم، شاید من به شما پاره از آن آتش بیاورم یا به وسیله آن آتش راه را بیابم. اما چون پیش آتش آمد ندا شد ای موسی، بیگمان که من پروردگار تو ام،
کفشای خود را بکش، واقعا تو با وادی مقدس طووا می باشی. من تو را به پیامبری برگزیده ام، پس به آنچه به تو وحی می شود گوش فرادی. حقا که من خدایم، جز من معبودی نیست، پس تنها مرا عبادت کن و نماز را برای یاد من به تمام و کمال ادا کن. بیگمان قیامت آمده نیست، می خواهم آن را پنهان دارم تا هر کس به اساس کوشش خود پاداش داده شود. بنابراین تو را نباید از این امر، یعنی ایمان به قیامت، کسانی که به آن ایمان ندارند و هوا و هوس خود را پیروی می کنند باز دارند، زیرا در این صورت نابود می شوی. ای موسی، در دست راست تو چیست؟ موسی گفت این عصای من است که بر آن تکیه می کنم و با آن برگهای را برای مواشی خود فرو می ریزم و از آن برایم فایده های دیگر نیز هست. خداوند گفت ای موسی آن را بیفکن. موسی آن را افگند، ناگهان ماری شد که این سو و آن سو می دوید. خداوند گفت آن را بگیر و مترس، ما آن را به حالت نخستین باز می گردانیم. دست خود را به زیر بغل خود ببر تا سفید درخشان بیعیب برآید و این معجزه دیگر است تا به تو از نشانه های بزرگ خود نشان دهیم. به سوی فرعون برو، بیگمان او سرکشی کرده است. موسی گفت پروردگارا، سینه ام را برای من فراخ گردان و کار مرا برای من آسان کن و گره را از زبانم بکشای تا سخنم را بفهمند. برای من وزیر از خاندانم قرار بده، هارون برادر مرا، و به وسیله او پشتم را قوی گردان و او را در کار من شریک ساز تا تو را بسیار ستایش کنیم و تو را بسیار یاد کنیم. بیگمان تو همواره با حال ما بینایی. خداوند گفت ای موسی، بیگمان آنچه خواسته به تو داده شد و بیگمان باری دیگر نیز بر تو منت نهادیم، هنگامی که به مادرت آنچه را که لازم بود الهام کردیم که او یعنی موسی را در صندوق بینداز و صندوق را در دریا بیفکن تا دریا آن را به ساحل بیفکند و او را کسی که هم دشمن من است و هم دشمن او بگیرد و من محبتی بر تو از خود افگندم و تا زیر نظر من پرورده شوی. هنگامی که خواهرت در نزدیک قصر فرعون می رفت و می گفت و آیا به شما خانواده را نشان دهم که این طفل را تربیت کند، پس تو را نزد مادرت باز آوردیم تا چشم او روشن شود و غم نخورد. سپس تو کسی را کشتی و ما تو را از مشکل آن نجات دادیم و تو را به روش‌های گوناگون آزمودیم. سپس تو چندین سال در میان اهل مدین ماندی. باز تو ای موسی به اینجا طوری که مقرر شده بود آمدی و من تو را برای خدمت خودم ساختم. گفتم برو تو برادرت با نشانه های من و در یاد من سستی مکنی. به سوی فرعون بروید که او واقعا سرکشی کرده است، ولی با او به نرمی سخن بگویید، شاید پند گیرد یا بترسد. گفتند ای پروردگار ما، می ترسیم که مبادا فرعون بر ما تجاوز نماید یا سرکشی کند. خداوند گفت مترسید، بیگمان من با شمایم، همه چیز را می شنوم و می بینم. پیش او بروید و بگویید حقا که ما فرستادگان پروردگار تو هستیم، بنی اسرائیل را با ما بفرست و ایشان را عذاب مکن. بیگمان با نشانه از پروردگارت به سوی تو آمده ایم و سلام بر کسی که از راه راست پیروی کرد. بیگمان به ما وحی شده است که عذاب بر کسی تطبیق شده نیست که حق را تکذیب کند و از آن رو گرداند. فرعون گفت پس کیست پروردگار شما ای موسی؟ گفت پروردگار ما ذاتی است که به هر چیز لازمه آفرینش آن را داد و سپس او را راهنمایی کرد. فرعون گفت پس آیا سرنوشت پیشینیان چی خواهد بود؟ موسی گفت علم آن نزد پروردگار در کتاب ثبت شده است. پروردگار من نه غلط می کند و نه هم فراموش می نماید. ذاتی که زمین را برای شما محل آسایش گردانید و برای شما در آن راههای کشیده و از آسمان آب فرو ریخت که به وسیله آن جوره‌های از روی دنی‌های گوناگون را برآوردیم. از اینها بخورید و مواشی خیش را بچرانید،
بیگمان در این نشانه هایی است برای صاحبان خرد. از خاک شما را آفریدیم و در آن شما را برمیگردانیم و از آن بار دیگر شما را بیرون می آوریم. و بیگمان با فرعون همه نشانه های خود را نمایاندیم، اما او آنها را تکذیب کرد و از پذیرش آن سر بازد. فرعون گفت ای موسی، آیا آمده ای تا با جادوی خیش ما را از سرزمین ما بیرون کنی؟ ما نیز واقعا جادوی هم مانند آن خواهیم آورد، پس میان ما و خود وعده بگذار که نه ما از آن تخلف ورزیم و نه هم تو در میدان هموار. موسی گفت وعدگاه شما روز زینت یعنی عید است و مردم در هنگام چاشت جمع شوند. آنگاه فرعون رفت و طرح خیش را ریخت و باز آمد. موسی به ایشان گفت وای بر شما، بر خدا دروغی را بر مبندید، پس شما را به وسیله عذاب محو کند و شکست از آن کسی است که بر خدا دروغ بربست. ایشان با یکدیگر در امر خیش منازعه کردند و این راز و نیاز خود را پنهان نگه داشتند. ایشان گفتند واقعا این دو تن جادوگرانی اند که میخواهند با جادوی خیش شما را از ملک شما بیرون سازند و آیین ستوده شما را از بین ببرند. از طرح خیش را هماهنگ سازید و آنگاه صف خیش را فشرده نمایید و امروز کامیابی از آن کسی است که برتری خیش را ثابت سازد. گفتند ای موسی، یا این است که تو عصای خیش را می افکنی یا ما خواهیم بود کسانی که اول می افکنند. موسی گفت بلکه شما بیفکنید. پس ناگهان ریسمانها و عصاهای ایشان به سبب جادویشان به خیال وی آورد که به سرعت حرکت می کنند. پس موسی ترس خفیف در دل خیش احساس کرد. گفت مترس، بیگمان تو بر ایشان برتری و چیزی را که در دست راست توست بیفگن تا آنچه را ساحران ساختند ببلعد. بیگمان آنچه را ساخته اند صرف فریب جادوگر است. جادوگر به هر جایی که بیاید رستگار نمی شود. در این حال جادوگران به سجده افتاده گفتند به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم. فرعون گفت آیا پیش از این که به شما اجازه بدهم به او ایمان آوردید؟ یقینا او بزرگ شماست که با شما جادو آموخته است. پس بیگمان من دستها و پاهای شما را از جانب مخالف یکدیگر می برم و شما را بر تنه درختان خرما به دار می زنم تا به طور یقین بدانید که مجازات کدام یکی ما سخت‌تر و با دوام‌تر است. گفتند تو را هرگز بر نشانه های روشنی که به ما آمده است و کسی که ما را آفریده است بر نمی گزینیم. پس هرچی می خواهی دستور دی. بیگمان تو صرف به زندگی این دنیای ما خاتمه می دهی. ما واقعا به پروردگار خیش ایمان آوردیم تا گناهان و چیزی را از جادوگری که ما را بدان مجبور ساختی ببخشد و خداوند بهتر و ماندگارتر است. یقینا کسی که در نزد پروردگارش به حیث گناهکار بیاید برای او دوزخ است، در آن نه می میرد و نه هم زنده می ماند. کسی که نزد او به حیث مؤمن بیاید که اعمال شایسته کرده باشد پس برای ایشان درجاتی بلند است. بهشت های همیشگی که در زیر درختان آنها جویبارها در جریان است، در آنجا جاودانه به سر میبرند. این است پاداش کسی که خود را پاک ساخت. و بیگمان ما به موسی وحی کردیم که شبانگاه بندگانم را ببر و برایشان راه خشک را در دل دریا بشگاف. نه از گرفتار شدن توسط فرعون بترس و نه هم از غرق شدن در دریا. در این حال فرعون ایشان را با لشکریان خیش دنبال کرد. پس دریا آنها را فرو گرفت و کاملا پوشانید. آری فرعون قومش را گمراه کرد و رهیاب نگردانید. ای بنی اسرائیل، حقا که شما را از شر دشمنان شما نجات دادیم و با شما در سمت راست کوه تور یعنی سینا وعده گذاشتیم و با شما من و سلوا فرو فرستادیم و گفتیم از چیزهای پاکیزه‌ای که برای شما روزی گردانیده ایم بخورید، ولی در استفاده از آن افراط نکنید تا مبادا خشم من بر شما فرود آید و بر کسی که خشم من فرود آید واقعا که هلاک می شود. اما بیگمان که من کسی را که توبه کرد، ایمان آورد،
عمل شایسته انجام داد و آنگاه رهیاب شد آمرزنده ام. گفتیم ای موسی چی چیز تو را بر آن داشت تا از قومت پیشی گیری؟ موسی گفت هم ایشان در پی من روانند و من به سوی تو شتافتم ای پروردگارم تا از من خوشنود شوی. خداوند گفت ما بعد از تو قوم تو را به آزمایش مبتلا ساختیم و سامری ایشان را گمراه کرد. پس موسی خشمگین و افسوس کنان به سوی قوم خیش بازگشت و گفت ای قوم من آیا پروردگار شما به شما وعده نیکی نکرده بود؟ پس آیا این دوره بر شما طولانی شد یا خواستید بر شما خشمی از پروردگار شما فرود آید که شما عهد خود را با من نادیده گرفتید؟ گفتند ما با اختیار خود عهد تو را نادیده نگرفتیم مگر بار سنگینی را از زیور قوم فرعون برداشته بودیم آنها را به یک سو انداختیم. سامری این چنین القا کرد و به این ترتیب برای ایشان گوساله را بیرون آورد، جسد را که همچون گاو هم بع می کشید. در این حال گفتند این است معبود شما و معبود موسی و به این ترتیب او فراموش کرده است. آیا نمی بینند که آن گوساله سخنی را به ایشان جواب دادن نمی توانست و توان رساندن زیان و سودی را به ایشان نداشت؟ و بیگمان هارون به ایشان گفته بود ای قوم من شما در این کار مورد آزمایش قرار گرفتید و حقا که پروردگار شما بسیار مهربان است، پس مرا پیروی کنید و فرمان مرا بپذیرید. گفتند به گونه پیوسته به پرستش آن دوام می دهیم و مجاور آن می باشیم تا آنکه موسی به سوی ما بازگردد. موسی گفت ای هارون چی چیز تو را از پیروی من باز داشت چون ایشان را دیدی که گمراه شدند؟ آیا از فرمان من رو برتافتی؟ هارون گفت ای پسر مادر من نه ریشم را بگیر و نه موی سرم را، بگمان من ترسیدم مبادا بگویی میان بنی اسرائیل تفریقه انداختی و به حرفم نکردی. موسی گفت مشکل بزرگی تو چی بود ای سامری؟ سامری گفت من چیزی را دیدم که دیگران آن را ندیدند. پس مشتی از خاک از پل پای رسول گرفتم و آن را در میان این طلای گداخته افگندم و این چنین نفسم به من این را جلوه داد. موسی گفت پس برو و برای تو در زندگی این مجازات تعیین شده است که بگویی به من تماس گرفتن نشود و بیگمان برای تو موعدی است که از آن هرگز با تو تخلف کردن نمی شود. به سوی معبود خود بنگر که خدمت و عبادت او را بر خود لازم گرفته بودی. واقعا آن را می سوزانیم و سپس آن را ریز ریز کرده خاکسترش را به دریا می پاشیم. به درستی که معبود شما همان خدایی است که جز او معبودی نیست، علم او همه چیز را فرا گرفته است. این چنین به تو از رویدادهای آنچه گذشته است بیان می کنیم و بیگمان به تو از جانب خود ذکری دادیم، یعنی قرآن مجید را به تو نازل کردیم. کسی که از آن رو بگرداند بیگمان در روز قیامت گناه بزرگی را به دوش می گیرد. همیشه در آن می مانند و چی بد است برای ایشان این باری که در روز قیامت به دوش می کشند. روزی که در سور دمیده شود و مجرمان را در آن روز با چشمان کبود حشر می کنیم. بین خیش آهسته می گویند درنگ نکردید در دنیا مگر 10 روز. ما به آنچه می گویند داناتریم، هنگامی که بهترینشان از نظر روش می گوید درنگ نکردید مگر 1 روز. از تو در مورد کوه ها می پرسند، بگو پروردگارم آنها را از ریشه بر می کند و برباد می دهد و آن را همچون میدان صاف می گرداند. در آن هیچ پستی و بلندی را نمی بینی. در آن روز همگان دعوتگر الهی را پیروی می کنند و از آن هیچ انحراف به عمل نمی آید. آوازها از ترس خدای رحمان پخش می شوند و تو جز آوازی بسیار آهسته چیزی نمی شنوی. در آن روز شفاعت سودی ندارد مگر شفاعت کسی که خدای رحمان به او اجازه دهد و از سخنش راضی باشد. خداوند آنچه را پیش روی و پشت سر بندگان قرار دارد همه را می داند، ولی آنها به علم او احاطه ندارند. چهره ها در حضور زنده به خود پاینده ذلیل می شوند و بیگمان کسی که مرتکب ستم گردیده ناکام و بینوا شد.
و هر کسی که چیزی از کارهای نیکو انجام دهد در حالی که مؤمن هم باشد، پس نه از ستمی می ترسد و نه هم از شکستی. و این چنین ما این را قرآن عربی نازل کردیم و در آن به اشکال گوناگون هشدارهای را آوردیم تا باشد که بترسند یا به ایشان مایه پندی شود. پس بلند مرتبه است خدای پادشاه برحق. با خواندن قرآن پیش از آن که وحی آن به تو تمام شود شتاب مکن و بگو پروردگارا بر دانشم بیفزا. و بیگمان پیش از این با آدم پیمان بستیم، اما او فراموش کرد و ما برای او عزمی نیافتیم. و چون با فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید، پس همه سجده کردند مگر ابلیس که سر بازد. آنگاه گفتیم ای آدم، این واقعا دشمن تو و همسر توست، بنابراین باید شما را از جنت بیرون نکند که بدبخت می شوی. برای تو در آنجا ساز و برگی هست که گرسنه و برهنه نمی مانی و نه هم در آن تشنه نمی مانی و نه هم از گرمی آفتاب رنجی می بری. ولی شیطان به او وسوسه کرد و گفت ای آدم، آیا تو را به سوی درختی یعنی عمر جاودانی و ملکی که فنا ناپذیر است رهنمایی کنم؟ سرانجام هر دو از آن درخت خوردند. پس شرمگاه ایشان برایشان ظاهر شد و از این رو به ناچار به چسباندن برگهای درختان بهشت برخیشتن آغاز کردند. بدین ترتیب آدم پروردگارش را نافرمانی کرد و راه خود را نیافت. سپس پروردگارش او را برگزید، پس توبهش را پذیرفت و به این ترتیب او راه خود را باز یافت. خداوند گفت هر دوی شما با هم از اینجا فرود آیید، در حالی که بعضی شما دشمن بعضی دیگرید. پس چون به شما از جانب من هدایت آمد، هر که هدایتم را پیروی کند پس نه گمراه می شود و نه هم بدبخت. اما هر که از یاد من رو بگرداند، پس بیگمان برای او زندگی تنگی است و ما او را در روز قیامت نابینا حشر می کنیم. میگوید ای پروردگار من، چرا مرا نابینا حشر کردی حالان که پیش از این بینا بودم؟ خداوند میگوید از آنجایی که آیات من به تو آمد و تو آن را نادیده گرفتی، اینک تو هم امروز نادیده گرفته میشوی، یعنی چیزی را نمیبینی. و بدین ترتیب کسی را که از حد گذشت و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد جزا می دهیم و عذاب آخرت ای بسا که دردناکتر و پایدارتر است. آیا برای رهیابی ایشان این کافی نیست که چی تعداد نسل‌های را هلاک گردانیدیم که اکنون ایشان در منازل ویران شده آنان گشت و گذار می کنند؟ بیگمان در این برای صاحبان عقل نشانه هایی است. اگر حکم مقرر شده از جانب پروردگار تو و وعده مقرر شده مبنی بر این که عذاب به جهان آخرت موکول گردیده نمی بود، حتما باید مجازات ایشان در این دنیا عملی می شد. پس در برابر آنچه می گویند شکیبا باش و پروردگار خیش را همواره پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب آن به پاکی بستای و در قسمت‌های از شب و در اطراف روز نیز به ستایش او بپرداز تا باشد که خوشنود شوی. و به چیزهایی که دسته از آنها را بهره‌ور ساختیم چشمان خود را مدوز. اینها بهره زندگی این دنیا اند تا با آن ایشان را آزمایش کنیم. اما چیزی که پروردگار تو روزی دهد و نصیب گرداند بهتر و پاینده تر است. اهل خیش را به نماز فراخوان و خود نیز به آن شکیبا باش. ما از تو روزی نمی خواهیم بلکه ما تو را روزی می دهیم و عاقبت نیکو برای پرهیزگاران است. می گویند چرا او معجزه ای از پروردگارش برای ما نمی آورد؟ آیا برای ایشان نشانه های روشنی از کتاب های پیشین نرسیده است؟ اگر ما ایشان را قبل از این یعنی نزول قرآن با عذاب هلاک می کردیم، یقین می گفتند پروردگارا چرا به ما پیامبری نفرستادی تا از آیاتت پیروی می کردیم پیش از اینکه ذلیل و رسوا می شدیم؟ بگو هر کدام از ما و شما در انتظار است، پس انتظار بکشید و به زودی خواهید دانست که چی کسان برای راستند و چی کسان رهیاب شدند. خداوند راستگوی بزرگ است.